سلام بچه‌ها، خوبین؟ چطورین؟ چه خبر؟ چون من چند وقت نتونستم ویدیوهای بلند بگیرم چون سرما خورده بودم، بعد نمیتونستم خوب حرف بزنم. همین الانم دارم به زور صحبت میکنم، ولی خب دیگه مجبورم که ویدیوهای بلند بگیرم. امروز اومدیم با هم یکم راجع به طراحی دوباره صحبت کنیم. توی ویدیو قبلی من بهتون گفتم که پیش چه اساتیدی کلاس رفتم نگارگری. بعد اون اساتید اکثرا تو اینستاگرام فعال بودن و هستن و پکیج دارن. حالا میخوام بهتون بگم اگه طراحیتون خوبه، مثل من بهتون گفته بودم من از بچگی کلاس طراحی رفتم، فقط میخواستم یه الگویی داشته باشم برای اینکه نگارگری چطوری باید کار کنم. اینطوریه، میخوام چند تا کتاب بهتون معرفی کنم که میتونین خودآموز پیش برین، ولی اگه طراحی بلدین ولی اگه طراحیتون خوب نیست باید پیش یک استادی به نظر من کلاس برید. اولین کتابی که بهتون معرفی میکنم که اصلا کلا مشخصه چقدر جامع و کامل این کتاب مثل یک استاد کنارتونه. این دقیقا مثل یک استاد از سنگ و برگ و چوب و گل و همه رو یاد میده تا آناتومی. فقط یه چیزی که داره سبکش که اینجور که مشخص از تو جلدش سبک اکثر مکاتبه، یعنی دیگه مثلا مثل سبک استاد فرشچیان نیست، ولی خیلی آموزشش کامله. من یه شانسی که آوردم سر این کتاب، من رفتم شهر کتاب و این کتاب با قیمت خیلی 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 قدیمیش گرفتم. الان فکر کنم خیلی قیمتش بالا باشه، ولی این یه که کتاب خیلی کاملیه. اینقدرش نشسته راجع به نگارگری صحبت کرده، بعد راجع به اکثر برگ‌های نگارگری که اکثر اساتید یاد میدن اینجا هست. اصلا کامله، قشنگ. این کتاب خیلی کامل و جامع. مثلا اگه شما این کتاب داشته باشین، اگه به طراحی مکاتبم علاقه نداشته باشین، بازم براتون کاربردیه، چون اینا رو یاد بگیرین یواش یواش اون رو براتون خیلی راحت میشه. مخصوصا اگه آناتومی بلد باشین، اینا بلد باشین، فقط یه سری چیزا میخوان که شما رو هول بده به جلو. این کتاب مثلا کامل ترین کتابه. کتاب دیگه که خودم خیلی ازش استفاده میکنم، کتاب قبلی که بهتون معرفی کردم آموزش بود. آموزش گام به گامه، یعنی کامل و جامع، اصلا خیلی خیلی خفن بود. ولی از این به بعد کتابایی بهتون معرفی میکنم که اگه طراحی بلد باشین اینو بهتون ایده میده. به آموزش گام به گام گل و مرغ ایرانی، آقای علیرضا آقا میریا رو که میشناسین، همشون اساتید نگارگری و تصویرن. این کتابم خیلی خوبه، گل و مرغش خیلی خوبه، ایده های خیلی خوبی میتونین بگیرین، پرداز زدن رو یاد میده. خیلی کوتاهه ولی اگه طراحی بازم بلد باشین به نظر من براتون کاربردیه و اکثر این کتابا قیمت‌های خیلی مناسبی دارن. من خودم از این کتاب برای ایده گرفتن تو کارام استفاده میکنم و اینکه چطوری این گل و مرغو درست بکشم. شاید گل و مرغو از نظر رئال درست بکشیم، ولی اینکه چطوری مثل یک نگارگر بتونیم گل و مرغو درست بکشیم اون خیلی مهمه. بازم یک کتاب دیگه دارم از آقای علیرضا آقامیری که اینم آموزش گام به گام چهره است. اینم من خیلی دوست دارم چون چهره کشیدن سبک چهرهشون رو دوست دارم. خیلی ازشون ایده میگیرم، یعنی میرم کاراشون رو میبینم و آنالیز میکنم. کاری که باید بکنیم کارهای اساتید رو ببینیم. یکی از چیزایی که ما این کتابا رو بخریم مثلا کتاب استاد فرشچیان خب خیلی گرونه، ولی این کتابا قیمتشون مناسب تر. میتونین آنالیز کنین. اگه مثلا طراحی بلد باشین میتونین ببینیم بین دو تا چشم چقدر فاصله است تو نگارگری، نمیدونم بینیشو چجوری میکشه، چون راه یه کوچولو با نگارگری خیلی یه کوچولو بیشتر متفاوته. همه چی باید قشنگتر و توی یه چیز کامل کشیده بشه. ظرافت صورت، مثلا خانم‌ها رو که میکشن اون ظرافت بینی خیلی مهمه. بعد کارا رو که ببینید چشمتون به کارا عادت میکنه. 2 تا کتاب گرفتم خودم این هفته گرفتم. یه دونه گل و مرغ ایرانیه، آقای مهدی ایرانی. اینم خیلی خوبه، اصلا گل و مرغ و اینجور چیزاست و خیلی دوستش دارم. پرداز زدن داره توش، بعد همه چی کامله دیگه. بعد بازم میگم برای ایده گرفتن ببینیم مثلا یه صفحه کامل داره این گل و مرغ و اینا رو میذاره، این جوجه ها رو میذاره، اینا رو میذاره، بعد طرز سایه زدنشون رو میذاره. اینا خیلی 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 خوبه. یه کتاب دیگه
این طرح‌ها هست و من احساس میکنم طرح‌های اکثر اساتید اینجا هست. این خیلی برای ایده گرفتن خوبه. من این کتاب خیلی دوست دارم چون میتونی ازش ایده بگیری. این برای ایده گرفتن خیلی مناسبه. این کتابی که این سری گرفتم طرح‌های اکثر اساتید هست، میتونین ازشون الگو بگیرین. دوباره خیلی منبع خوبیه برای اینکه بتونین ایده بگیرین. من صدام دوباره گرفت و نمیدونم چیکار باید بکنم. الان 2 هفته است که اینجوریم. فعلا نمیتونم زیاد ویدیوهای طولانی انگار بگیرم چون هم شما اذیت میشین از این طرز حرف زدن من، هم خودم خیلی اذیت میشم. این کتاب عکسشو میذارم اینجا، میتونین ببینین، میتونین بگیرین. زیاد آموزشی نیست، بیشتر یه چیز آلبومه که میتونین کارهای اساتید مختلف و اینکه رنگی نیست ببینین، میتونین کاراشون رو کپی کنین بکشین. به نظر من اوایل کارتون کپی کنین هیچ ایرادی نداره، مشکلی نیستش. الگو میگیرین، کار کپی میکنین، یواش یواش کار خودتون به دست میاد. حتی کتاب دیگه هم دارم که اونا کتابای تصحیحه. از نظر من اگه تصحیح رو شروع نکردین زیاد کتاب کمکتون نمیکنه، حتی اگه طراحیتون هم خوب باشه، چون خیلی قانونای خاصی داره. حداقل برای اوایل که اون شکلا رو یاد بگیرین، به نظر من میشه یک استاد خیلی خوب کلاس برین. بعدش خب میتونین از کتابا استفاده کنین. باغ ایرانی کتابای خوبیه، جلدای مختلفی هم داره، میتونین از اون استفاده کنین. طراحی فرش هم توش داره. ولی من برای تصحیح حتی اگه طراحیتون هم خوبه بهتون پیشنهاد میکنم یه کلاس تصحیح برید. همین دیگه، امیدوارم این سری ویدیو براتون مفید باشه. ویدیو شاهنامه رو اگه خوب شدم، بهتر شدم، صدام تونستش یک ویدیوی خیلی طولانی، چون ویدیو شاهنامه میخوام بگیرم یهو 40 دقیقه ویدیو میشه و اونو من ادیت میکنم مثلا به 15 دقیقه در میارم. تونستم اونجوری حرف بزنم براتون میگیرم. هر وقت اوکی شدم ویدیو شاهنامه رو تون حتی سناریوها رو نوشتم، ولی خب میگم چون فعلا صدا اینجوریه و وسط کار صدا میگیره، نمیتونم خوب حرف بزنم، صوفم میگیره، نفسم بالا نمیاد، یه کوچولو برام سخته. ولی فعلا دارم نقاشی پارچه رو براتون میذارم، تیکه تیکه نقاشی چهره، اسکیسایی که میذارم هر شب براتون، اسکیسایی که میذارم تو شورت ویدیوها میذارم، نقاشیایی که میکشم و میذارم، بریم ببینین دیگه. و اینکه همین، بازم اگه سوالی دارین به احتمال زیاد میخوام خودمم آموزش‌های کوچیک کوچیک بهتون بدم راجع به همین برگ و اینای نگارگری. چیزی که دوست دارین آموزش ببینین و از نگارگری یا حتی نقاشی به هم بگین. و اینکه دوست دارین راجع به نقاشی پارچه باهاتون صحبت کنم، هر چی دوست دارین رو کامنت بذارین برام، من براتون ویدیو درست میکنم آموزشی. امیدوارم براتون مفید باشه. دوستتون دارم. بازم ببخشید اگه صدام اینجوری بود وسط ویدیو هی صدام میگرفت، ببخشید. دوستتون دارم. خدافظ.